سلام به دوستای خوبم. خوبید؟ خوشید؟ امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. تو این ویدیو میخوام در مورد 5 تا از زنگ خطرهای بدن خانوما باهاتون صحبت کنم. اگه این علائم رو داشتید باید به پزشک مراجعه کنید تا علتش مشخص بشه و درمان مناسب براتون صورت بگیره. چون در غیر این صورت به مرور باعث کاهش قدرت باروریتون میشه و یه سری مشکلات ناباروری و مشکلات جنسی رو براتون ایجاد میکنه. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اول زنگ خطر دوره قاعدگی‌های نامنظمه. عادتهای فرد نامنظم باشه. به طور متوسط یه دوره قاعدگی 28 روزه. ولی ممکنه چند روز کمتر یا چند روز بیشتر باشه. 21 تا 35 روز طبیعیه. ولی اگه فرد ندونه که کی عادت میشه و کی باید عادت بشه، به طور مثال 1 ماه 21 روزه است، 1 ماه 35 روزه است، 1 ماه نمیشه و کلا عادتاش نامنظم هستش، ما میگیم این فرد دوره قاعدگی نامنظم داره. ولی اگه بعضی از حالا مراجعین میگن که عادتام نامنظمه چون هر ماه مثلا من چند روز زود عادت میشم یا هر ماه چند روز دیر عادت میشم، این قاعدگی هم قاعدگی منظم حساب میشه. اون فرد به جای اینکه هر 30 روز عادت بشه هر 21 روز عادت میشه که به تبع جلو میندازه، یا هر 35 روز عادت میشه که به تبع عقب میندازه. پس این قاعدگی هم قاعدگی منظم هستش. زنگ خطر بعدی اینه که قاعدگی های خیلی شدید و بسیار دردناکی رو فرد داشته باشه. یه مقدار توی دوران قاعدگی خانم ها احساس ناخوشایندی رو دارن که اون حالت طبیعیه و هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگه این دوره قاعدگی انقدر دردناک و سخت باشه که اصلا زندگی روزمره فرد رو مختل کنه، فرد باید حالا برای بررسی‌های لازم به پزشکش مراجعه کنه تا یه سری آزمایشات و یه سری معاینات براش صورت بگیره. زنگ خطر سوم اینه که فرد اصلا دوره قاعدگی نداشته باشه. اگه فرد 1 ماه عادت نشه، این طبیعیه. ممکنه به خاطر تنش‌های روحی، به خاطر کار سنگین یا حالا به تغییرات آب و هوایی اینا فرد 1 ماه عادت نشه. ولی اگه این ادامه دار باشه، چند ماه فرد عادت نشه، هر چند ماه 1 بار عادت بشه، این باید حالا بررسی‌های لازم انجام بشه. سونوگرافی رحم تخمدان رو انجام بده، آزمایشات هورمونی رو انجام بده تا علت مشخص بشه و برطرف بشه. مورد 4 اینه که فرد دچار حالا اختلالات هورمونی شده باشه. به طور مثال میگن که هورموناش به هم ریخته، اون از اون تعادلش خارج شده که ممکنه با مشکلات پوستی، آکنه اینا خودشون نشون بده، یا مثل کاهش میل جنسی یا رشد موهای زائد توی صورت، یا با افزایش وزن و نازک شدن موها ممکنه این نوسانات و این عدم تعادلات هورمونی خودش رو به این صورت نشون بده که فرد باید حتما بررسی بشه، چون همه اینا ممکنه تهدیدی برای قدرت باروری فرد باشه. زنگ خطر بعدی ارتباط جنسی دردناکه که این طبیعی نیستش. اوایل زندگی زناشویی معمولا خب یه مقدار دردناک هستش، چون حالا پرده بکارت هم به تازگی پاره شده، یه زخم سطحی ممکنه ایجاد شده باشه، اون طبیعیه. ولی اینکه فرد مثلا بعد از چندین سال زندگی مشترک هنوز حالا نزدیکی های دردناک داره، یا اوایل خوب بوده و به مرور این نزدیکی دردناک براش ایجاد شده، بهتره که حالا معاینه بشه و حالا آزمایشات لازم رو انجام بده تا خدایی نکرده ببینیم مشکلی، زخمی، موردی وجود نداشته باشه که حالا باید به پزشکش مراجعه کنه و اقدامات لازم براش انجام بشه. حالا اگه هیچ کدوم از این علائم و زنگ خطرهایی که گفته شد رو نداشتید و همه چی نرمال و طبیعی بودش، بعد از چند وقت اقدام به بارداری و نتیجه نگرفتن باید به پزشکتون مراجعه کنید.
اگه سنتون کمتر از 35 ساله و مشکل ناباروری توی خانواده‌تون وجود نداره، معمولا میگیم بعد 1 سال اقدام اگه نتیجه نگرفتید به پزشکتون مراجعه کنید. ولی اگر مشکل ناباروری توی خانواده‌تون وجود داره سابقش، بهتره که بعد از 6 ماه اقدام و نتیجه نگرفتن به پزشک مراجعه کنید. اگه سنتون بین 35 تا 40 ساله، معمولا میگیم که 6 ماه بعد از اقدام و نتیجه نگرفتن به پزشک مراجعه کنید. ولی اگه سنتون بیشتر از 40 ساله که توصیه میکنیم از همون ابتدا به پزشک مراجعه کنید تا اقدامات لازم، آزمایشات لازم و معاینات لازم برای شما صورت بگیره و زمان رو از دست ندید. 4 تا عاملی که برای باردار شدن یه خانم ضروریه. اولیش اینه که فرد باید حتما تخمک گذاری داشته باشه. شما به عنوان یه خانم برای اینکه بتونید باردار بشید باید صاحب یک تخمدان فعالی باشید که توی هر چرخه قاعدگی ماهیانه یه تخمک سالم رو تولید و آزاد کنه که به این عمل میگن تخمک گذاری. و یکی از نشانه های تخمک گذاری همین داشتن قاعدگی های منظمه. مورد بعدی اینه که همسر شما باید اسپرم داشته باشه که با یه آزمایش اسپرموگرام مشخص میشه که فرد آیا اسپرم داره یا نه. و دوم این که این اسپرم هایی که داره باید کیفیتش خوب باشه و میزان و تعدادش کافی باشه. توی یه ویدئوی کوتاه به طور کامل براتون توضیح دادم که یک اسپرموگرام خوب، یک نمونه خوب چه خصوصیاتی داره. مورد بعدی اینه که خانم باید رابطه جنسی منظم و زمان بندی شده ای رو داشته باشه که حالا پزشکتون میتونه به شما کمک کنه که چه زمانی باید نزدیکی کنید، توی چه فواصلی باید این نزدیکی صورت بگیره که حالا راهنماییتون کنه که زودتر به نتیجه برسید. مورد بعدی اینه که خانم باید رحم و لوله های رحمی باز و سالمی رو داشته باشه. لوله های رحمی و رحم در واقع مسیری هستن که تخمک و اسپرم همدیگر رو ملاقات میکنن که اگر مشکل یا گرفتگی توی لوله های رحمی باشه این اتفاق نمیفته و فرد دچار ناباروری میشه که معمولا اگه پزشک شک کنه به حالا بسته بودن لوله های رحمی یه عکس رنگی از رحم و لوله ها رو درخواست میده که توی این عکس رنگی کاملا مشخص میشه که آیا لوله ها باز هستن یا نه و شکل طبیعی رحم را توی این عکس مشخص میشه. اگه قصد بارداری دارید بهتره که از 3 ماه قبل از بارداری تشکیل پرونده پیش از بارداری بدید. به پزشکتون مراجعه میکنید و میگی که قصد بارداری دارید. ایشون هم معمولا براتون یه سری آزمایشات رو درخواست میده، مثل آزمایشات قند، آزمایشات کمخونی، آزمایشاتی مثل تیروئید که حالا فرد با یه شرایط ایدئال بارداریش رو بخواد شروع کنه. که حالا از 3 ماه قبل معمولا میگن اسید فولیک استفاده کنه. اگه توی آزمایشات مشخص شد خانم کمخونی داره حتما قرص آهن رو استفاده کنه. معمولا معاینه میشه اگر عفونتی داره که عفونت برطرف بشه، تست پاپسمیر گرفته میشه، تست غربالگری سرطان دهانه رحم که حالا اگر موردی باشه قبل از اقدام به بارداری فرد درمان بشه. معمولا یک چکاپ دندون ها رو فرد داره که اگر پوسیدگی یا حالا مشکلی هستش قبل از این که فرد باردار بشه برطرف بشه، چون توی دوران بارداری دیگه فرد دچار محدودیت میشه و نمیتونه هر دارویی رو استفاده کنه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی دارید برامون کامنت بذارید. اگر موردی هم شما به ذهنتون میرسه به همون بگید تا بقیه هم بتونن ازش استفاده کنن. ممنون از توجهتون.